دوست داری بدونی این صاف باکس کوچولو موچولو چجور درست شده تا آخرش با ما باش. باکس درست کنیم مسئله مورد نیاز کاغذ آچار مقوای مشکی اگه نداری آلومینیوم هم میشه چراغ بلوکی 12 ولت سه پای مهره قیچی باتری 12 ولت آداپتور خط ظرف دردار. اولین کار این قسمت گردی ظرفمون رو کاغذ میکشیم که کاغذ آچار بیاد روش و برای داخل ظرف و بغلش از مقوا استفاده کنیم یا آلومینیوم بریدیم. حالا این قسمت اول از همه چراغمون سیمش که بسته بهش از ته این ظرف که سوراخ کردیم رد می‌کنیم تا نیست بعدش دور ظرفمون می‌ذاریم زنورش و هم می‌ذاریم این چراغ حتما باید باشه اینطوری. حالا این کاغذ آچار هم باید بچسبونیم این حالا که انجام میدیم این مهره است این مهره باعث میشه که پایه بسته بهش این هم می‌چسبونیمش به کنار ظرف که پایه بهش وصله سیمش هم وصل کنیم به بطری